السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد از اینکه مسلمان ها به امر الهی به طرف کعبة الله نماز خواندن را شروع کردند، یهودی ها فتنه را در بین مردم جاری کردند. گفتند این چی دین است؟ این چی دین است که به هر طرفی که خواهند نماز میخوانند؟ اول به طرف بیت المقدس نماز میخواندند، اکنون به طرف کعبه نماز میخوانند. و الله متعال برای رد سخنهای آنها آیاتی را نازل کرد. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیغمبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد. یعنی الله متعال شرح داد تقوا را که تقوا وقتی می شود که انسان ایمان کامل داشته باشد و مال خود را با وجودی که دوست می دارد به شخصانی که محتاج هستند با آنها بدهد. این نیکوکاری است. نیکوکاری آن نیست که روی خود را به طرف کعبه کنی، به طرف مشرق کنی، به طرف مغرب کنی و با همین تو متقی هستی. و این یک امتحان بزرگی بود، مثل حادثه های پیش از این. سال دوم هجری ماه شعبان الله متعال امر کرد که ماه رمضان را روزه بگیرید. این یکمین ماه رمضانی بود که مسلمان ها روزه می گرفتند. در ماه رمضان به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید که قافله قریشی ها از نزدیکی مدینه گذر میکنند. قافله بزرگی بود، 1000 تا شتر با همه چیزهاش بود
و تقریبا 40 نفر قافله را حمایت میکرد. یعنی در قافله‌ای که 1000 شتر دارد 40 نفر سرباز داشت. رئیس قافله هم ابو سفیان بود. این قافله از قافله های گذشته فرق زیاد میکرد. در این قافله ثروتمندان قریشی ها مال و ثروت خود را گذاشته بودند. یعنی اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این قافله را بگیرد تقریبا که همه مال های قریشی ها را گرفته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را جمع کرد و پرسید قافله قریشی ها از نزدیکی مدینه گذر میکند، از نزدیکی یثرب. در آن زمان مدینه یثرب نام داشت. از نزدیکی یثرب گذر میکند، کی تیار است با من برآید؟ 314 مسلمان تیار شد. عثمان رضی الله عنه هم تیاری خود را دید و خواست با رسول الله صلی الله علیه و سلم برآید. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود ای عثمان تو در مدینه بمان، برای اینکه همسرش بیمار بود. دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم همسر عثمان رضی الله عنه بیمار بود. در مکه باشد عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم که عاتیکه نام داشت خوابی دید. عاتیکه رضی الله عنها خوابی دید که یک مرد سواره بود، یعنی بر اسب باشد بر شتر باشد سواره بود و به طرف مکه نزدیک میشد و صدا میکرد ای مردمی که فریب میکنید به سوی جایی بشتابید که پس از 3 روز در آنجا کشته میشوید. و باز به نزد کعبه آمد و صدا کرد ای مردمی که فریب میکنید به سوی جایی بشتابید که پس از 3 روز در آنجا کشته میشوید. و باز به کوه ابو قبیس رفت و صدا کرد و سنگی را گرفت و به طرف مکه انداخت، به طرف کعبت الله انداخت. سنگ پاره پاره شد و به خانه های قریشی ها در آمد، بجز خانه های بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، یعنی بجز خانه های خیش و تبار رسول الله صلی الله علیه و سلم. عاتیکه از خواب خیست، سخت ترسیده بود و به نزد برادرش عباس رضی الله عنه رفت و گفت ای عباس من خوابی دیدم و سخت ترسیدم. من خواب خود را یعنی به تو نقل میکنم، به کسی نگو. و خواب خود را به برادرش عباس نقل کرد. عباس رضی الله عنه باشد خواب خود را به رفیقش یعنی به ولید ابن عتبه نقل کرد و به او گفت ای ولید به هیچ کس این خواب را نگو. ولید خواب خود را به پدرش نقل کرد و گفت به هیچ کسی نگو. و همین طور خواب به خانه اهل مکه در آمد. تقریبا همه اهل مکه از این خواب شنیده بودند. عباس رضی الله عنه به طرف کعبه رفت و شروع به طواف کرد. ابو جهل لعنه الله با چند کسی از قریشی ها، از بزرگان قریشی ها در نزد کعبه نشسته بود و
در مورد خواب عاتیکه صحبت میکردند. ناگهان ابو جهل عباس رضی الله عنه را دید. با او گفت ای ابو الفضل، یعنی عباس را به نام فرزندش صدا میکردند. ای پدر فضل، فضل پسر عباس است. ای ابو الفضل، طواف را که تمام کردی به نزد ما بیا. عباس رضی الله عنه بعد از تمام کردن طواف به نزد ابو جهل آمد. ابو جهل گفت ای عباس، میبینم در بین شما پیغمبران زیادی پیدا شده است. عباس گفت چی خبر است؟ ابو جهل گفت محمد پیشگویی میکرد، اکنون زنان پیشگویی میکنند. عباس گفت چی پیشگویی؟ ابو جهل گفت خواب عاتیکه را به نظر دارم. ای عباس، اگر در این 3 روز چیزی نشد، در مکه و بیرون از مکه، یعنی در بین همه عرب ها من پهن میکنم که بنی هاشم و بنی عبدالمطلب دروغگو هستند. عباس رضی الله عنه با غضب به خانه‌اش برگشت. زنهای قبیله بنی عبدالمطلب به نزدش آمدند و گفتند چطور تو خاموش ایستادی؟ ابو جهل بر ما سخنهای قبیحی گفت. عباس رضی الله عنه گفت اگر این خواب تحقق نیافت و ابو جهل سخنی بدی گفت، او را میزنم. ابو سفیان با قافله بسیار احتیاط میکرد و با راههای مخفی حرکت میکرد تا که مسلمان ها بر او حمله نکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با 314 صحابی برآمده بود و در هر طرف قافله ابو سفیان را جستجو میکردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 صحابه را روان کرد تا خبری از قافله بیاورد. این 2 صحابه بسبوس ابن عمرو و عدی ابن الرداء بود. عدی ابن الرداء. این 2 صحابه برآمدند تا به منطقه بدر رسیدند. مردمی را دیدند که در نزدیکی چاه بدر ایستاده بودند و 2 زن آب میکشیدند. یکی به دیگری میگفت حق من را بده. دیگری گفت قافله بیاید از آنها میخرم و حق تو را میدهم. 2 صحابه فهمیدند که قافله باید از منطقه بدر گذر کند. برگشتند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند. بعد از چند ابو سفیان با قافله‌اش به منطقه بدر رسید. از مردمی که در نزد چاه بودند از آنها پرسید آیا شخص بیگانه ای را در این منطقه دیدید؟ آنها گفتند 2 نفر در نزدیکی چاه کمی نشستند و باز رفتند. ابو سفیان به نزد نشستی یعنی آن 2 صحابه آمد و پای شترها را دید و دانه های خرمای زیادی را دید. یعنی این معنا داشت که این 2 شخص از مدینه هستند، برای اینکه فقط مردم مدینه شترهای خود را خرما می دادند. از سببی که خرمای زیاد داشتند مردم مدینه و دارند تا حال خرمای زیاد در مدینه هست، شترهای خود را خرما می دادند. اکنون ابو سفیان فهمید که قافله‌اش در خطر است. در حال ابو سفیان یکی از سربازان قافله را که ضمضم ابن عمرو نام داشت او را به مکه روان کرد که لشکری را بیاورد. ضمضم ابن عمرو شخص واهمه بود، یعنی شخصی بود که بسیار واهمه میکرد. وقتی به مکه رسید لباس خود را
کمی درانده بود و شترش را کمی زخمی کرده بود. یعنی خون را در لباس خود، در شتر و لباس خود را درانده بود تا اینکه شکل و منظرش بسیار یعنی با واهمه نمایان شود که او را کسی زده است، او را با او کسی حمله کرده است، تا اینکه لشکری که قریش‌ها تیار میکنند تیز تیار شود. یعنی یک منظره بسیار ترسناک به خود نمایان کرد. به نزدیکی مکه رسید و صدا کرد: یاری کنید، یاری کنید، نجات بدهید مردم را، نجات بدهید قافله را. مردم جمع شدند، پرسیدند چی شده است، چی شده است؟ جواب نداد. به نزد کعبه رسید، صدا کرد: یاری کنید، نجات بدهید قافله را، یاری کنید مردم را. پرسیدند چی شده است؟ مردم زیاد جمع شده بودند و با بالای کوه ابو قبیس برآمد و صدا کرد. مردم مکه بسیار جمع شدند. گفتند چی شده است؟ بر قافله چی شد؟ حمله کرد بر قافله محمد، چی شد؟ ضمضم ابن عمرو گفت قافله را نجات بدهید. عباس رضی الله عنه میگوید سیوم روز خواب عاتکه بود و من در گرد کعبه طواف میکردم. به نزد ابو جهل آمدم. وقتی ابو جهل من را دید از نزدم رفت، با من سخن نکرد. باز به نزدش رفتم، گفتم از من ترسیدی؟ او با من سخن نکرد. او سخن ضمضم ابن عمرو را شنیده بود، من نشنیده بودم، من خبردار نبودم. همه بزرگان مکه به جنگ تیاری دیدند بجز ابو لهب و امیه. از ابو لهب یک شخص قرضدار بود. او به شخصی که از او قرضدار بود گفت از جای من به جنگ می روی و با همین بین ما و تو قرضی نمی ماند. قریشی ها باشند تیاری جنگ را دیده بودند. یکی از شخصانی که از قبیله کنانه بود یک قریشی را کشت. خویشاوندان مقتول که از قریش بود از قبیله کنانه پرداخت خون کردند. قبیله کنانه باشد همون مقداری که یعنی بینشان مصلحت شد، همون مقدار پول را به قریشی ها دادند و بین آنها صلح شد. اکنون قاتلی که از کنانه بود به مکه آمد و در گرد کعبه طواف میکرد. برادر قریشی که کشته شده بود آمد و قاتل کنانه از قبیله کنانه بود او را کشت و در دیوار کعبه او را آویزان کرد. اکنون قبیله کنانه گفتند قاتل را به ما میدهی یا پرداخت خون میکنیم؟ قریشی ها قاتل را نسپاریدند و پرداخت خون هم نکردند. قبیله کنانه میخواستند بر قریشی ها حمله کنند یا اینکه یک قریشی را اسیر بگیرند. برای همین قریشی ها میترسیدند برای جنگ برآیند. یعنی هر وقت ممکن بود که قبیله کنانه یعنی حمله بکنند بر آنها. شیطان خود را به مثل سراقه ابن مالک کرد و به نزد قریشی ها آمد و گفت من از قبیله کنانه هستم و شما را امان می دهم که هیچ کسی از قبیله کنانه بر شما حمله نمی کند. و آنها را آرام کرد تا اینکه آنها برای جنگ بر ضد مسلمان ها برآیند. الله متعال این حادثه را در قرآن ذکر کرده است. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَى
فنكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. و به یاد بیاورید هنگامی را که اعمال آنها را شیطان در نظرشان آراست و گفت امروز هیچ کسی از مردم به شما پیروز نخواهد شد و من حامی و پناه دهنده شما هستم. پس هنگامی که دو گروه روبرو شدند به عقب بازگشت شیطان و گفت بیگمان من از شما بیزارم و براستی من چیزی را میبینم که شما نمیبینید. همانا من از خداوند میترسم و خداوند سخت جزا میکند. قریشی ها 950 نفر تیار کردند برای جنگ و به سوی منطقه بدر حرکت کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانست که لشکری با 950 نفر به منطقه بدر می آید. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جنگ نبرآمده بود. او فقط میخواست قافله را بگیرد. برای همین 314 مسلمان تیار شده بود که از همان 314 مسلمان فقط 70 تا شتر بود در همون لشکر مسلمان ها. هر 3 نفر در یک شتر با نوبت سوار می شدند و بین مدینه و بدر مسافه بسیار کلان است. تقریبا خطا نکنم 200 کیلومتر است. همه این مسافه را پیاده کمی سوار کمی پیاده تشنه گشنه آمدند و این هم در ماه رمضان. بسیار مانده شده بودند مسلمان ها. قریشی ها باشند در لشکرشان 200 تا اسب بود و 750 شتر. یعنی همه آنها تقریبا سواره بودند. همچنان با قریشی ها زنها هم بودند. موسیقی می زدند، شراب می نوشیدند. یعنی مسلمان ها را اصلا پسند نمی کردند و با دلی پر می آمدند که آنها با این عدد بزرگ پیروز می شوند. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شد که قریشی ها برآمدند برای جنگ. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ها را نزد خود جمع کرد و فرمود ما برآمده بودیم برای بر قافله حمله کنیم، ولی قریشی ها اکنون می آیند برای جنگ و لشکری بزرگی دارند. ای مردم فکرهای خود را به من بگویید چی کار کنیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار شخصیت حکیم و دانا بود. میخواست فکر مردم را فکر صحابه ها را بگیرد. آنها چی فکر دارند؟ یعنی با ضرب خشونت و با ضرب زوری نه، آنها چی فکر دارند در این مسئله. ابوبکر رضی الله عنه گفت یا رسول الله کجا که می روی ما با تو هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای مردم فکر خود را به من بگویید. عمر رضی الله عنه از جاش خیست و مثل سخن ابوبکر رضی الله عنه گفت. بار سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای مردم فکر خود را به من بگویید. مقداد ابن عمر خیست و گفت یا رسول الله با تو هستیم هر جایی باشی. با خدا قسم ما مثل بنی اسرائیل نمیگوییم فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون. ای موسی تو با پروردگارت برو و بجنگ ما همین جا نشستیم.
ما بلکه میگوییم برو با پروردگارت بجنگید و ما با شما هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از شنیدن سخنان صحابی ها بسیار خوشحال شد. فرمود ای مردم من را مصلحت بدهید. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چند مراتبه این سخن را میگوید، برای اینکه چند نفری که از اینجا خست و با رسول الله صلی الله علیه و سلم طرفداری کرد، اینها از اهل مکه بودند، مهاجرین بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست کسی را از اهل مدینه بشنود، از انصار بشنود که این سخن را بگوید. سعد رضی الله عنه از جایش خیست و گفت یا رسول الله ما را در نظر داری؟ به الله قسم یا رسول الله اگر ما را به بحری ببری که از آب گذر کنیم ما گذر میکنیم، تیار هستیم با تو، هر جا که می روی ما با تو هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال شد و با آنها گفت خوشخبری است، الله به من وعده داده است یا اینکه قافله را میگیرم یا اینکه در جنگ پیروز میشویم. یعنی در هر دو حالت برای ما پیروزی هست. مسلمان ها هم خوشحال شده بودند. در بین مسلمان ها شخصانی بودند که فقط برای قافله تیار بودند، برای جنگ تیار نبودند، اما با مسلمان ها بودند. الله متعال در مورد آنها آیاتی را نازل کرد. کما اخرجك ربك من بیتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. همان گونه که پروردگار تو را به حق از خانه‌ات یعنی از مدینه به سوی میدان بدر بیرون آورد، در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند، یعنی آنها برای گرفتن قافله آمده بودند نه برای جنگ. ان شاء الله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.